بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، از شما دعوت میکنیم که تمام دروس مضامین ساینسی را از صنف 7 الی 12 از این درجه با ما دنبال کنید. درس اول خود ما از کیمیا شروع میکنیم. هم کیمیای 7. اول چی است؟ تعریف کیمیا است. خب کیمیا چه قسم علم است؟ موضوعات مورد بحث کیمیا چیست؟ خب تعریف کیمیا علمی است که از چی؟ از ساختمان، دیگه چی؟ خواص، دیگه چی؟ ترکیبات و تغییرات کیفی کیفی چی؟ ماده بحث میکند. خب کیمیا چه قسم علم است؟ علمی است که از ساختمان ماده، یک ماده را ساختمانش بررسی میکنه بسیار به صورت میکروسکوپی و ریز که چه قسم ساختمان داره. دیگه خواص ماده را بررسی میکنه که یک ماده چه خاصیت هایی داره. مثلا آب چه خاصیت داره؟ یک از خاصیت های خوبی است آبی است که محلل خوب است یا حلال خوبه، خیلی از مواد در خود چی میکنه؟ حل میکنه. دیگه ترکیبات ماده را بررسی میکنه که یک ماده از کدام مواد دیگه ترکیب شده به وجود آمده، یا اینکه این ماده با ماده دیگه که یک جا شود ترکیب شود کدام ماده دیگه چی میکنه؟ به وجود میاد. و تغییرات کیفی ماده، تغییراتی از ماده را بررسی میکنه که در کیفیت ماده رخ میده. برای ماده که است دو قسم تغییر رخ میده، یک تغییرش در کیفیتش هست و تغییرات کیفی ماده چی میکنه؟ بحث میکنه. یا این را به صورت ساده میگیم که کیمیا علمی است که از حرف اول از چی است؟ سین، حرف اولی از دیگه چیه؟ خ، از این ت، و از این هم چی است؟ ت. این طور که جور کنیم مشکل نداره. کیمیا علمی است که از سختت ماده بحث میکند. سختتر یعنی ت چیه؟ ت همون تغییرات کیفی است. تغییرات کیفی. این ت دیگه چی است؟ این همون ترکیبات ماده است. ترکیبات. خ چی است؟ خ خواص است. خواص ماده، خوی ماده، خویهای ماده یا صفتهای ماده. و سین هم چی است؟ ساختمان. این هم میشه که چی؟ تعریف کیمیا شود. سختت ماده. سین چی است؟ ساختمان ماده. خ خواص ماده. ت ترکیبات ماده. و ت آخری هم چی است؟ تغییرات کیفی ماده. این بود تعریف کیمیا که به صورت ساده بحث کردیم و موضوع درس بعدی ما ماده است.